لاک پشت روستای خانقاه. این لاک پشت ها به دنبال آب خوردن هستند و لاک پشت مادر جلو حرکت می کند و لاک پشت بچه که از عقب داره هولش می دهد برای یافتن آب آشامیدنی و با لاک خودش بر پشت مادر می زند تا اینکه اون را به آب هدایت کند. به خاطر گرمای شدیدی که در این روستا احاطه شده است باعث شده است که لاک پشت‌ها از تشنگی بی تاب و توان بشن و لاک پشت مادرم به دنبال آب آشامیدنی می‌گردد. اگر این دنیای وحشی و طبیعت بی آبی ادامه دهد این حیوانات زیبا و قشنگ از بین خواهد رفت و از خداوند میخواهم که بهشون صبر و عنایت عطا بفرماید.